در خانه شما صدای پدر و مادر هست. پس گوش کنید. شما خوشبختید. و هر کس این نعمت را دارد. صدای فرزندم گفتنی مادر را، صدای جانم گفتنی پدر را. این تنها یک صدا نیست، این زندگی است. نعمت بزرگی که بسیاری ها دیگر تنها در خواب میشنوند. آنهایی هستند که در خانه آنها دیگر هیچ صدای نیست، نه قدم های پدر، نه ندای مادر، تنها خاموشی سرد، رسم و دیوار و یک کرسی که دیگر کسی در آن نمی نشیند. آنها که هر روز با یک سنگ گپ میزنند و صدای خاموشی را گوش میکنند. شما که صدای پدر و مادر را دارید قدر کنید. می نشینند نزد پایهایشان می نشینید. می گویند با محبت جواب دهید هستند، جانتان را فدا کنید. زیرا برای بعضی ها شنیدن صدای پدر و مادر نه آرزو بلکه علم است. زیرا آن صدا دیگر هرگز بر نمی گردد.